قهرمانی چهارکاراتای تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه در بازی فینالی برای دریافت جام فوتبال تاجیکستان 2015 بر تیم ریگر تدازی شهر ترسونزاده در سلسله ضربه‌های 11 متر دست بالا شده باری پنجم به این جایزه شرفیاب گردید. بنا به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در وقت اساسی بازی فینالی حساب گشوده نشده قسم‌های ایلاوگی مساوی 2-2 انجام یافتند و در سلسله ضربه‌های 11 متر دوشنبگی‌ها با حساب 6-5 غالب آمدند. بازی فینالی برای دریافت جام فوتبال تاجیکستان 2015 در ورزشگاه مرکزی جمهوری‌وی با حضور 3500 نفر مخلصان دایر گردید. نیمه حمایتگر دسته استقلال نوریدین دورانوف بازیگر بهترین این واخری دانسته شد. در مراسم تنتنوی جایزه سپاری رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اتم عبدالله‌زاده به کاپیتان دسته استقلال دلشاد واسیف جام فوتبال تاجیکستان 2015 را تقدیم نمود.